من محمد اخباراتی، مفر یکم هوانیروز، مهندس موتور و سیستم‌های اویونیک هواپیما، یک مغز الکترونیک اختراع کردم که کامپیوتر هست، پیکان هست که همه دیدید، منتها این شیشه هاش برقیه. روشن بکن، استارت بزن، روشن شد. آب که میریزه روی شیشه در مقابل آب حساسیت داره، دار هست، سرعت ماشین رو کنترل میکنه. کاپوتو باز بکن، باز. هر 15 کیلومتر سرعت 3 متر با ماشین روبرویی فاصله میگیره. این راننده خوابش ببره، تکونش میده، بیدارش میکنه. الان ماشین توی دنده است. من به مغز الکترونیک میگم روشن بشه. موتور استارت بزن، روشن بکن. الان ماشین توی دنده هست، آژیر میزنه که الان باید که خلاص کنه. بسیار خوب، خلاص میکنه. موتور رو خاموش کن. توی این ماشین الان تلویزیون داره. موتور فوتبالی هست که داخل ماشین آقای اخباراتی تلویزیون کار گذاشته و ما شاهدش هستیم. کولر هم داره که به موتور ارتباط نداره. سیستم‌های دیگه هست که روی این ماشین سبقات راننده رو پس میزنه. موقع سبقت گرفتن سر پیش سبقت نمیگیره. رادار داره جلوی ماشین که روبرویی رو تشخیص میده. راننده اگه بگه سردمه فوری براش بخاری رو روشن میکنه. هزینه‌اش تو خط تولید بره حدود 4000 تومان بیشتر نمیشه.